دلت نرم شه، میخوای گناهات ریخته بشه، میخوای اوج بگیری، میخوای حالت خوب بشه، میگه برو بشین پدر مادرت نگاه کن، با محبت بهشون هم زل بزن نگاه کن. و نظر الی الاخ، نگاه کردن به یه برادر یا یه خواهری که تو راه دین دوستش داری. خانوما به خانوما، آقایون به آقایون، داداش داریم، خواهر داریم. کجا یه همچین فرهنگی هست؟ یه رابطه حیوانی تو رو تبدیل میکنه به عبادت. ببین اسلام با انسان چی کار میکنه که تو چای خوردنت، بغل کردن بچت، بوسیدن بچت عبادت. و فی المصحف، تو قرآن نگاه کردن به قرآن کلام معشوقه، شوخی نیست. و فی البحر، نگاه کردن به دریا عبادت. موجود دریا دیگه جای خودشو داره ها. که اصلا به یه ماهی نگاه کنه، به یه دلفین نگاه بکنه، چه عبادت با عظمتیه، یه لذتی داره. تلویزیون نشستی تو خونه داره نشون میده دریا رو، بشین حس بگیر. اون سر نمازی اون لحظه مظهر انسان رو سمت کی میبره؟ سمت ظاهر میبره. یعنی اونی که جلوه کرده تو این مهمه. یه گیاه، یه گل، یه پرتقال، یه سیب، یه انگور، یه نارنگی، اگه آدم بلد باشه با همون نگاه کردنش، لمس کردنش، بو کردنش و خوردنش همش میشه نور برای انسان. به شرطی قلب آدم قلب گاوی نباشه ها، قلب خری نباشه. چون گاوا و خرا فقط از اینا خوردنش رو میفهمن. من هیچ وقت به هیچ چی نگاه نکردم مگر اینکه همراه اون، توی اون، با اون، قبل اون و بعد از اون الله رو نگاه میکنه. حالا این الان سیبی که داره نگاه میکنه با این شکل میخواد بخوردش، یعنی یه سیب با طعم خدا. این روح وقتی که میرسه به عشق، هر چقدر این عشق، این دلدادگی، این بیتابی بیشتر میشه، معشوق جذبت میشه. روی این خیال سازی ها و خیال بافی ها کار کنید. این خیال های عاشقانه ما رو خیلی جاها میبره و خیلی چیزا رو جذب میکنه به روحمون. جامعه کبیره اومده برامون، یه تیکش خیلی دل میبره اونجا. و تقر عینه قدم به رؤیت. این دنیا رفتم چشمو که باز میکنم شما 14 نفر رو ببینم. و تو عاشق هر کس باشی، موقع مردن اون میاد بالا سرت. همون هر کس هر چی رو دوست داشته باشه، ولو عاشق یه سنگ باشه، با اون مشهور باشه. یه موقع انسان وقتی میمیره اینجا شیاطین رو میبینه، فرشته های عذاب رو میبینه، خودتی. یه موقع هم نه، میبینه مادرش فاطمه زهرا بالا سرش اومده. چقدر خوبه، چه استقبالی. امیرالمومنین اومده، رسول الله اومده، اهل بیت اومدن بالا سرت، میخوام ببرنت. این تو هستی که میتونی انتخاب کنی کیو بکشونی بالا سرت موقع رفتن.